شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در رابطه با آشوب مسلحانه ژنرال عبدالحلیم نظرزاده 10 منصبدار نیز به جوابگری جنایی کشیده شدند. وی روز 18 ایول در نشست خبری خود در شهر دوشنبه گفت آشوب ماه سپتامبر حاصل بی‌مسئولیتی بعضی از مقامات بلندپایه بوده است. من مشخص نمی‌گویم ماست برای جنایت‌هاشون که به همین حادثه‌های ماه سپتامبر علاقه‌مندی داشتند. از سطح بالا فقط یک نفر بودند، دیگران در قسمت پایین. جناب شاهیان نام و نسب این افراد را آشکار نکرد، ولی گفت که بررسی پرونده های مربوط به این آشوب به زودی انجام می‌یابد. در آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته 14 مأمور امنیتی کشته شدند. بعد این مقامات انتظامی تاجیکستان با انجام عملیات در دره رامید 30 عضو گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده و خود او را به قتل رسانیدند. صدها نفر دیگر با اتهام دست داشتن در این آشوب بازداشت شدند.